به زودی همه کسایی که بهشون دل بستی تو سخت‌ترین لحظات، حساس‌ترین نقطه زندگی تنهات میذارن. هیچ فرقی هم نداره. وقتی بهشون نیاز داری نیستن، جا خالی میدن از دم. توف تو روی اون رفیق لاشی که ما رو خر فرض میکرد، ما هم به رو خودمون نمی آوریم تا کاراش بشه. توف تو روی اون رفیقی که اگه 1000 تومن تجیبمون نبود یا همون بود یا مسافرت یا خواب. توف تو روی اون رفیقی که درد و دلامون رو برداشت طنز کرد پیش بقیه، گفت تا خودش رو شیرین کنه و ما رو خراب. توف تو روی رفیقی که اینو شما بگید. 12 سالم بود، داشتم فوتبال بازی میکردم، یهو خوردم زمین، ساق پای راستم خورد به یه آجر و کلی زخمی شد. تنها کسی که تو مدرسه میدونه یکی از رفیقام بود، رفیقی که مثل خانواده‌ام بود، مثل داداشم بود. گذشت بعد چند وقت نمیدونم سر چی، اصلا مقصر من بودم یا اون، با هم بحثمون شد و دعوامون شد. حالا سریع آشتی کردیم ما، ولی خب بعد مدت‌ها که اومدیم با هم فوتبال بازی کنیم، یه دفعه دیدم تکل زد اومد سمت پای راستم که زخمی بود، با کف پاش زد بهش. اصلا نمیخواست توپو بگیره، فقط میخواست به پای راستی که زخمی بود صدمه بزنه، چون فقط اون میدونست زخم من کجاست. با هم آشتی کردیم، رفیق شدیم، ولی دیگه هیچ موقع نذاشتم بدون زخم من، درد من، ضعف من کجاست. دشمن تو یک بار دشمنه، ولی دوستت 1000 بار، چون میدونه زخمت کجاست. اگه میخوای موفق باشی نذار هیچکی ضعف تو، مشکل تو بدونه. رفیقم تو این دور زمونه کم پیدا میشه. خیلی مخلصم.